درود دوستان عزیز، بگیم هستم کارآموزی روزنامه جمهوریت و عین حال چنانه که ما شما میدونیم یکی از مسئله های داغ روز این زیاد شدن صفی نابالغان جنایتکار می باشد و ما خواستیم در همین مسئله با استاد عزیز محمد شاه کبیرov صحبت داشته باشیم که واقعا روانشناس خوب هستند و اولین سوالی که می خواستیم از استاد داشته باشیم این است که استاد به اندیشه شما در روند انکشاف روانی کودک بیشتر عائله تاثیرگذار است یا که مکتب و جامعه؟ شما چی نظر دارید؟ چنانکه که در میابان ما میگویم کودک یک دفتری سفید است در او هر کس چیزی می نویسد. از این لحاظ هم معلمان هم جامعه هم پدر و مادر در تربیت کودک در ساختن شخصیت در او دست دارند. یعنی این سه چیز سه پایه شخصیتی آدم است که در جامعه انکشاف می‌یابد. یعنی به اندیشه شما هر سه نهاد تاثیری به‌واسطه دارند؟ اینها به یکدیگر بودن میتوانند. ما میدونیم که وقت معینی کودکان نورسان در مکتب هستند، یک وقتی معین در خانه هستند، یک وقتی معینی در کوچه هستند. برای همین با آنها اثر میرساند این سه چیز و شخصیت آنها ساخته میشه. از آن که کدام اینها در همون ساختمان شخصیت کودک بیشتر دست دارن، رفتار و کردار و عملهای کودک موافق همان برنامه‌ریزی میشن که از این سه طرف گذاشته میشن. تشکر زیاد. خب شما استاد میگفتید که کی یا چی بیشتر باعث میگردد که صفی جنایتکاری در بین نابالغان می‌افزاید؟ البته جنایتکاری این یک مدل رفتار است، یک نمونه رفتاری که در متاسفانه در جامعه دیده میشه و جامعه با واسطه همون دولتی که جامعه را اداره میکنه قانون‌های میبرد تا اینکه همین جنایت یعنی که آزار دادن مردم، مثلا سرحد آنها رو گذاشتن و چیز و چوره و مال آنها دست زدن، همینها رو راه گرفتن، متاسفانه بعضا همین قانون از طرفی نورسان ویران کرده میشه. برای اون ویران کرده میشه که اون یا که نمیدونن که این مثلا جنایت است یا اینکه همون مدل رفتاری رو که در کنار دیده است، در از کسی شنیده است یا برنامه‌ریزی از طرفی کوچه شده است که در اونجا افضلیتی مثلا جنایتکاران دیده شود. برای همین از این لحاظ همون برنامه همون مدل رفتاری که آنها انتخاب میکنن متاسفانه بعضی‌ها دانستن بعضی‌ها ندانستن این رفتار رو میکنن و همین طور تجربه میگیرن. برای همین قانون‌های هستن در جامعه که نسبت نابالغان نسبتاً سبک‌ترند، چرا که آنها هنوز روز حالا در مورد همون قانونیت‌های زندگی کم تصور دارند. خب ما می‌دونیم وقتی که نابالغ به جنایت دست میزند مکتب عائله رو گناهکار میکنند، عائله مکتب رو گناهکار میکنند. خب شما چی نظر دارید؟ همین شاید یک رابطه نباشد میان مکتب و همون مکتب و عائله، برای همین نافهمی ها بینشون میشود. اگر اونها یک رابطه مستحکم می‌داشتن به حد خوب میشد به نظر من. شما در این موضوع چی می‌فرمایید؟ برای بسیار آسان است شرح دادن. مثلا اگر در وقتی که برای مکتب جدا کرده شده است جنایت صادر شود، گناهکار معلمان باید اون رو نظارت کنند، فهمند، رابطه با پدر و مادر داشته باشند. در حالت نبودن مثلا پدر و مادر باید تیز در حالت نبودن فرزند تیز به پدر و مادر خبر دهند و البته اگر که جنایت در وقتی صادر شد که باید پدر و مادر آن را نظارت میکردن، مثلا اگر پدر و مادر در کار باشند آن وقت کسانی که او را وادار ساختن به این جنایت آنها گناهکار هستند. و البته وقتی که پدر و مادر هستند و نظارت میکنند و نظارت نمیکنند آن وقت آنها گناهکار. در حالتی که وقت برای بازی و کوچه بسیار جدا شده است در این حالت آن وقت کسانی که این نورسان را وادار میسازند به همون جنایت گناهکار هستند.
بله درست. خب اگر در مکتب ها درس‌های روانشناسی برنامه شوند و اگر روانشناسان بیشتر به مکتب جلب کرده شوند چی می‌شود؟ آیا همین چیز ممکن است کردن؟ البته ما می‌دانیم که در هر یک مکتب نیم فایز کاری برای روانشناسان گذاشته است و این نیمی همون که ستافکه میگویند نیم ستافکه برای یک مثلا روزی کاری جدا شده است همون نیم کردن و بسیار وقت انا همین نیم ستافکه رو باز درست استفاده نمیبرند. روانشناسان جلب این یکم معلمی میگیرند که از روانشناسی درک ندارد. میتیند همون با که گویا همین کس گذرانده ایستاده است. فکر میکنند که روانشناسی این نصیحت است. این نادرست است یا که این تربیه است. روانشناسی علمی فوندامنتالیست که اساسهای علمی خود را دارد و چطور اون رسانده میشود به شعور جامعه و به شعور یک شخص این راههای خودش دارد، راههایی که مخصوصی علمی روانشناسی دارد. برای هر کس نمیتواند که روانشناس شود. این یک مسئله است. دویم مسئله این است که ما کافدراهای روانشناسی داریم. چند وقت ما هم شاگردان تیار کردیم در اونجا، چی در دانشکده پداگوژی، چی در دانشگاه ملی. ولی متاسفانه انا همین جلب آنها همچون متخصص و کارها سست است، چرا که در نتیجه پیشنهاد آنها در نیم ستافکه کاری یا اینکه یک ستافکه کاری و آن رو مانند مثلا معلم خریدن از که زنگ تا زنگ دیگر، یعنی روزی دراز رو در همونجا گرفتن و آن نتوانستن پست‌های درآمدش یافتن. برای هم بسیارشون از کمی همین که ستافکه یا اینکه از کمی که بسنده بها ندادن، بسنده قدر نکردن همون کاری آنها کار نمیکنن. و من فکر میکنم که باید این از طرفی حکومت باید تدریس شود، باز مبلغ‌گذاری کرده شود که روانشناسان جلب شوند، چون کاری روانشناسی از معلم بالاتر است. برای اینکه معلم فقط درس میگوید ولی روانشناس باید همون درسش تا عقل، تا شعور، تا تغییر همون شنونده باید رساند. این مشکل تر است. برای همین این یک مسئله هست که جلب میکنند در ساختار طلبات‌های آموزان که معارف جمهوری تاجستان این چیز گذاشته شده است ولی آن رو درست متاسفانه استفاده نمیبرند در مکتب‌ها. این یک مسئله است. مسئله دیگر اون است که بسیار روانشناسانی که در تیار میشوند آنها روانشناسان معاصر هستند ولی ما میبینیم هنوز اکثر مردم ما با شکل کلاسیکی زندگی میکنند. برای همین روانشناسی تاجیک باید یک اسلوب خاص خودش داشته باشد که به این ملت که نزدیکتر و که منتالیته این ملت موافق‌تر باشد. برای همین مردم ما کم پیش روانشناس میروند و بیشتر به روانشناسان خلقی مراجعه میکنند که آنها با معرفت دینی آنها اثر میرسانند. باز نگفتن همون در اینجا که البته برای اون که ما همین علم خود به مردم پیشنهاد کنیم برای ما بسیار لازم شد که این رو منتالیته ملت قبول کنند. برای همین این قربانی ها میخواهد که باز از طرف دیگر خود روانشناسان هم کوشش به خرج دهند که مردم همین علم قبول کنند و از خدمت همین روانشناسی که در روی عالم مورد یکم علمی شده است که در جامعه های دولت های پیشرفته که طلبات زیاد دارند که مزاجان خود را دارند. از همین حساب من فکر میکنم که جلب روانشناسان و مکتب و جامعه عموما این یک گشایش کاری متمدن شدن جامعه ماست. سلامت باشید استاد. خب ما وقت میدانیم که وقت محیط اولوی سازگار نباشد برای تربیت درستی همان طفل نابالغ و حتما برای نادرست غلط می‌رود. خب شما کدام راه‌ها رو برای حل همین مشکلات پیشنهاد می‌کردید؟ ما می‌بینیم بسیار وقت متاسفانه عائله‌ها ناپوره هستند یا از مادر کمبود دارند یا از پدر یا از هر دویشان
بعضا میشه که هر دوشون هست ولی در جنجال‌های اولیوی گرفتارن یا که مشکلات‌های اقتصادی بعضی چیزها دارن، البته این به ذهن کودک تاثیر می‌رسونه. برای همین چی پیشنهاد لازم است؟ البته هر یک عائله‌ای که در دولت‌های پیشرفته هر یک عائله مشکل دارد، تربیت کودک رو دولت به عهده می‌گیره. یا که تشکیلات‌های مخصوصی غیر دولتی هستند که به این سر و کار دارن، آنها پشتیبانی همون کودک‌ها را آموزش یا نگاه و این غذای آنها رو به عهده می‌گیرند و آن رو با مکانیزم‌هایی که در جامعه هستند درست می‌کنند. همین سر راه اندازی کردن نکنه. مثلا دیگر البته ما می‌دونیم که در ملت ما مناسبت‌های خشتواری کامل بسیار خوبتر راه اندازی شده است. برای همین جلب خشتواری که امکانات دارند در تربیت مثلا که فرزندان خواهران خود، فرزندان برادران خود امکانات دارن بگذار این کارو به شفی بگیرن و این کارو بکنن و برای آنها امکانشان دادن لازم است. و باز میتوانند از طرف معارف یا از طرف دیگر تشکیلات‌های مسئول میشه آدمانی را وادار ساخت که مثلا بزرگ روانشناسان منطقه‌ای باشند. آنها خانه به خانه گردند یا که آنها رفتن همه مسائل تربیوی فرزندان و کودکان رو راه اندازی کنند و سری وقت پیشگیری کنند بسیار این آن واقعا حادثه‌هایی که ما متأسفانه دیده شدیم که میشه از آن جمله جنایتکاری علمی می‌آورد. بله، درست. خب کدام سین برای نوجوان در راه مشکل گذار است؟ دیدیم در همین سین و سال، مخصوصا در همون سین و سال باید بیشتر نسبت به اونها نظارت جدی‌تر کرده شود. البته ما می‌دانیم که اصلا وقت واقعه‌های و حادثه‌هایی که به سین سال وابستگی دارند. مثلا ما دوره گزارش می‌گیم. یکی از دوره‌های گزارشی که کودکان نوجوان می‌کنن، مثلا یکمش دوره به مکتب رفتن. همینجور معین می‌شود که کودک به کدام گروه می‌زند، کدام نوعی مدلی رفتار رو در مکتب و در کوچه می‌کنند. برای همین دوره بسیار موضوع حساس است. تربیتش لازم است که جای خودش، موقع خودش، سمت خودش بود. دوره دیگر وقتی که علامت‌های دویم جنسی در نوجوان پیدا میشن، یعنی دختران از پسران جدا میشن. این گرمان‌هایی که در نهاد آنها پیدا میشه. الان از همین دوره رفتار، حساسیت و احساسات آنها بلند میشه و همین دوره بسیار لازم است که آنها رو جدی‌تر دقت و حالت واقعی آنها رو به آنها شرح داد تا خودشون را اداره کنند و دست گیرن و از رفتارهایی که به آنها ضرر میرسونند و آینده زندگی آنها رو ضرر میرسونند دست کشن. از آن جمله که از این رفتارهایی که در این سین سال میشه، این مهر و محبت کردن بین همون نوجوان است که وقتی از خواندن لازم، وقتی از اطلاعات بگیرن، دانش بگیرن، این رو صرف کنن در مناسبت سازی و هم سین سالان و هم از همینجا واجبیت‌ها صادر میشن. از این لحاظ هم وقتی که اطلاعات نمیگیرن با احساس میشن، احساس آنها رو به این یا آن حالت‌ها وادار میسازد و وقتی که با خود میبینن که 2-3 سالی حیات خود را از دست دادن که را ممکن بود اطلاعات گرفتن. مناسبت سازی لازم است ولی آن هم در یک دایره معینی باشد که نوجوان آن رو توانند اداره کنند و با رفت زندگی حیات و آموزش کسب آموزی آنها خواهند است. بله درست. به اندیشه شما جهت تربیت درست و فکرانی سالم آیده و مکتب کدام چی نویگری، چی تغییرات میتوانند وارد کنند به همون تعلیم خود و همون اصول، کدام اصول ها را باید استفاده کنند که همون تربیت را درست‌تر تربیت کنند. درست است. در ما متاسفانه تربیت ما هنوز احساسی است. ما بسیار وقت به نسبت نوجوان یک متدولوژی، یک اصولی بسیار سختگیری را استفاده می‌بریم، چون که بسیار وقتی آنها را می‌فهمند آنها نمی‌فهمند. چرا که آنها هنوز منطق ندارند. اگه معنی آنها منطق را هنوز درک نمی‌فهمند. برای همین اون چیزهایی که ما منطقاً گپ زنیم آنها نمی‌فهمند. ما فقط به واسطه تربیت آبرازی صورت دادن در سر آنها و آینده آنها با صورت ساختن و در معنی سر آنها پیشنهاد کردن
آن وقت میتوانیم که آنها همون فریفته عاشقی که خواستاری همون آرزوهای شدن که مقصر آنها پرداختیم. اگر ما آرزوهای لازمی را که آهسته آهسته پسانتر در زندگیشان هدف میشوند نپرتاییم، آن وقت آنها آرزو و هوس‌ها را میکنند که واسطه راه‌های گوناگون به دست میارن، از آن میشن با راه جنایت. دیگه سبک آسان گفته اما راه جنایت رو پیشه میکنند که ساده‌تر ما میبینیم که به جزاها و چیزهای دیگر روبرو بشه. برای اصول مناسبت سازی با نوارسان این باید سختگیری نباشد. مانند کلام‌ها آنها را جزا دادن، مانند کلام‌ها آنها را مثلا با قانون سرزنش کردن، این سبب یکباره یکرو ناگهگیر شدن نورس میشه. برای همین آنها اصولی هست که فهماندهی آبرزی شکلی که در سر آنها انداخته میشه و همه وقت لازمیت ضرورت بودن همون کاری که آنها میکنن از آن جمله مکتب خانه. چرا او همین کار کنند؟ نه به منطق بلکه به آبرز فهماندن است. مثلا میگه ما دایم میپرسیم کلام شوی کی میشه؟ برای چه این کار میکنن؟ برای که میخواهند در سر او همون آبرزی کسی که دوست میدارد او رو پرتاید. او با همون صورت آبرز هر زمان بیند و سوی همون روانه شود. این هم یک اصول است، ولی من میبینم که سختگیری با درجه رسیده است که ما باید امروز اکنون زمان اطلاعات شده است باید اجازه بدهیم که پلانشت ها واسطه های تکنیکی ویژه در مکتب استفاده برند و البته تلفن داشته باشند که مادر و مادر با آنها رابطه کرده توانند، ولی معرفت استفاده هم تکنیک را با آنها نشان دادن در کار است و برنامه های نظارت والدین ردیت که کترو در پلانشت تلفنی های آنها باشد که به هر سایتی که دارند معلوم میشود که آنها با کدام سایت در آمدن و اون وقت آنها رو منع کردن یا برخلاف کردن بعضی سایت هایی که با آنها لازم نیست. انا این سبب میشود که اطلاعات بیشتر میگیرن و البته وارد شود باید آن درس های آنلاینی از آن جمله درس های روانشناسی مثلا همینجا ما میتونستیم آنلاینی و کدام مکتبی نباشد که درس چی ما داره یه سایت ما داره و بگوسته ما آنها رو از همین جای خود دست دهیم و آنها با پلانشت های خود مثلا آموزش کنند. انا این واسطه ها سبب میشه که دیگر متدولوژی سختگیری نسبت کودکان این کلام میشن بسیار ناگهگیر و رفتار من دارن و بسیار کسا شکایت میکنن و در کلام سالان این همون است که ما هم واسطه های تکنولوژی را لازم دسترس است و طرف مثبت یا نشان دادن دستانه این را منع کرده. باید خانه برابر شود که اینها رو باز با هم روزی کنن ولی باز بر نظر داشتیم همون بازیکاری معرفت تکنیکی مدلیتی میدن. بله، سلامت باشید. خب به اندیشه شما در اصول در متد تعلیم حضوری چی نمیرسند برای نرسند؟ البته اطلاعات لازمی بسیار وقت هست معلمانی که حتی چخرو گرفته میخوانند میتونند با آنها تاثیر اثر رسانند ولی وقتی که مشکلی ایجاد شد باید با متخصص مراجعه کنند. مثلا وقتی که در تربیه نوارسی یا که چخپاتی دارد بیماری یا که نیوراس‌های خودخانه دارد یا که به اون مشکلات‌های مناسبتی گرفتار شده است یا که عاشق شده است یا که او رو در حالت ناگوار فروستراسیون که همه با او قهر کردن قرار دارند یا که یکون سرسکوب کردن توانست است یا که هر مشکلات‌های دیگری اولیوی دارد البته باید با متخصصان از اون جمله با ما مراجعه کنند اینکه ما با آنها کمک لازمی برسانیم و از فرزندان آنها از شاگردان آنها و طالبان آنها ما یک شخصیتی بطور بسازیم که آینده خیشتی برای آبادی جمعیتی ما شود که ما شما را هر روز دیده استانیم. سلام باشید. خب در آخر به پدر و مادر چی توصیه دادنی هستید برای تربیه درست؟ برای کار کردن با فرزند چی توصیه و چی پیشنهادها دارید؟ فرزند رو اگر پیش به دفتر او رو باید کامپیوتر قیاس کنیم که باید او رو برنامه‌ریزی کرد. برنامه‌ریزی درست که در آینده رفتار خودش دارد، نان خودش و جای خودش در جمعیت شود من تواند که زندگیش برم برای این برنامه‌ریزی کردن وقتی که مدل رفتار در معنی سر نیست وقتی که دنیا رو کم بشناسد
جامعه را کم میشناسد و مشکلات گرفتار میشن. همه زندگی مشکلی که بعضی آدم کار میشن سر میزنن از اون است که همون برنامه‌ریزی لازمی نیست. مکتب برای اون برنامه‌ریزی میکنن که طلبه رو به خودش با جامعه و طبیعت آشنا کنن و یک رفتارهای معینی که زینه اولی زندگی رو به او شرط میده. برای همین خواندن مکتب شرط و ضرور است و مناسبت رو با معلم باید درست کرد. طرف دیگر وقتی که میآموزونن او رو با کسبی با کاری برای اون کسب میآموزه که با همین استاد ریسکش رو با منشأت آور به مردم باشد. برای همین فرزندان خود رو نمونند به هنر به کسب. البته او رو یکان آموزش میتونن که در زندگی مشکلش نشود. برای همین بعضی کارهای پست و بعضی شخصانی که از جمهوری ما میرن در دیگر دولت‌ها میکنن سببش همین برنامه‌ریزی رو نکردن است. اما میدونیم که در دولت ما با این برنامه‌ها هستن. این مثلا کالج‌ها هستن، آموزش‌های گوناگون میکنن، همه شرایط برای اون شخصیت خوب شدن که در هر دوره و در کار است در جامعه ما هست. فقط اون رو یافتن در کار و درست استفاده بردن لازم است و ملت ما ملت اهل معنی است. برای همین در ژنتیک در بیست این ملت چیزهایی هست که اگر اندکی اطلاعات اندازید اونها بیدار میشن و ما زندگی شایسته رو انشاءالله خود نصیب میکنیم. خب همین همان جوانانی که این حال مثال به یگان شغل کسب مشغول نیستند بیشتر دست به جنایت میزنند. شاید که همین گونه وقتشان بیهوده صرف میشود. چون این هست که ما میبینیم متاسفانه آمار چون است که کسانی که از بیکاری کاری بیشتر وقتشون میگن از بیکار هم بیزار چون بیکار شد فکرهای گوناگون در سرش میزنند نفرت نسبت جامعه پیدا میشه چون که بیکاری هم یک نمود بیماری اجتماعی هست که خوشبختانه امروز تعابد شده. تشکر زیاد سلامت باشد. ما فکر میکنیم یک صحبت خوبی داشتیم با شما و بیننده و خواننده ما یک چیز خوبی برای خود برداشتن بزید. صحبت ما سلامت باشد که شما سلامت باشد. ما تبریم که به شما کمک رسید. سلام.